یک جوان توجیک در شهر سانت پتربورگ روسیه با اتهام کشتن هموطنش دستگیر شد. کارمندان پلیس نویه فرونزه صبح بر وقت 7 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 5 شهروند 25 ساله تاجیکستان را همگی چند ساعت بعد کشته شدن یک مهاجر تاجیک 24 ساله در گوشه دیگر شهر در کوچه تراژوک دستگیر کردند. بنا به اطلاع نشریه محلی فانتانکا، هنگام بازداشت از این جوان تاجیک کرد که او همچون وسیله برای کشتن هموطنش استفاده برد دریافت و مصادره کرده شد. خود دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی پلیس میگوید این جوان تاجیک شب 16 فوریه تقریبا ساعت 23 دقیقه با کرد مسلح شده به نزد جوان تاجیک 24 ساله به جای کار او یک انبار در کوچه سالووا رقم 36 آمده است. فانتانکا می نویسد بین دو جوان بر سر یک دختر که هر دو او را دوست می داشتند بحث سخت برخاست است و جوان میمون کارگر آن انبار را با چند ضرب کرد به قسمت قفس سینه‌اش زده کشته است و از جای حادثه فرار کرده است. علاقه ساعت 20:37 دقیقه از این انبار به پلیس درباره کشتار در این سراغه خبر دادند و کارمندان پلیس به جای حادثه آمده جسد جوان تاجیک را با علامت‌های مرگ مجبوری و زخم‌های کرد در قسمت قفس سینه‌اش پیدا کردند. در این انبار ویدیو کامراهای نظارتی نصب شده بود، ولی به پلیس موثر شده است که دلیل‌های دیگری زیاده از جمله ایز دست و پا، همچنین یک شیمی کبود و یک پیراهن دستباف را دریافت کنند. انگشت اتیام بلافاصله سوی زاده دیگر تاجیکستان بلند شد و این جوان 25 ساله را تحت جستجو قرار داده الکی بعد چند ساعت دستگیر کردند. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام کشتار برقصدانه پرونده جنایتی گشودند. به جوان دستگیر شده بر اساس این بند قانون از 6 تا 15 سال زندان تهدید میکند. هر سال در روسیه به علتهای مختلف تا 1000 نفر از زادگان تاجیکستان میمیرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و صدمه‌ها و بیماری‌ها از علتهای اساسی مرگ و میر مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌روند، ولی هر سال در این ملک غربت 10 تن از زادگان تاجیکستان با مرگ مجبوری ترک این دنیا می‌کنند. چندین نفر آنها متاسفانه به دست هموطنان خودشان کشته می‌شوند.